پیش از آن که شهرزاد لب به سخن بگشاید، باید بدانی که هر کلمه‌اش با مرگ معامله‌ای کرده و این آغاز آن معامله است. سلام، به دنیای قصه ها خوش اومدی. من نگار هستم، راوی شب‌های 1001 شب. اینجا هر قصه یه در به دنیایی که خواب رو از چشم پادشاه گرفت. بمون با من، قصه ها تازه دارن شروع میشن. شب اول، داستان بازرگان و عفریت. ای ملک جوان، شنیدم بازرگانی سرد و گرم جهان دیده و تلخ و شیرین روزگار چشیده سفر به شهرهای دور و دریاهای پرشور می کرد. وقتی او را سفری پیش آمد، از خانه بیرون شد و همی رفت تا از گرمی هوا به سایه درختی پناه برد که برآساید. قرص نانی چند و چند دانه خرما با خود داشت. آنها را به در آورده بخورد و تخم خرما بینداخت. در حال عفریتی با تیغ نمودار شد و گفت: چون تخم خرما بینداختی، بر سینه فرزند من آمد و همان لحظه بیجان شد. اکنون تو را به قصاص میخواهم بکشم. بازرگان گفت: ای جوان مرد عفریتان، من مالی بی مرز و چند پسر دارم. مرا مهلت ده که به خانه بازگردم و مال به فرزندان تقسیم کرده و وصیت بگذارم. پس از سالی نزد تو آیم. عفریت قبول نمود. بازرگان ماجرای خیش را با فرزندان بیان کرد. چون سال به پایان آمد، به همان بیابان بازگشت و در پای درخت نشسته بر حال خود همی گریست که پیری پیدا شد و غزالی در زنجیر داشت. به بازرگان سلام داد و پرسید که کیستی و در مقام عفریتان از بهر چیستی؟ بازرگان ماجرا باز گفت. پیر گفت: از این خطر نخواهی رست. پس در پهلوی بازرگان بنشست و گفت: از اینجا برمخیز تا ببینم انجام کار چون خواهد شد. بازرگان همی گریست که پیری دیگر با 2 سگ سیاه در رسید و سلام داده پرسید: در این مقام چرا نشسته اید؟ ایشان ماجرا باز گفتند. هنوز پیر دیگر ننشسته بود که پیر استرسواری نیز در رسید. سلام کرده سبب بودن ایشان در آن مقام باز پرسید. ایشان ماجرا بیان نمودند. ناگاه گردی برخاست و از میان گرد همان عفریت با تیغ کشیده پدیدار شد. دست بازرگان بگرفت تا او را بکشد. بازرگان و آن سپیر نیز بر حال او گریان شدند. پیر نخستین که غزال در زنجیر داشت برخاست و بر دست عفریت بوسه داد و گفت: ای امیر عفریتان، مرا با این غزال طرفه حکایتی است. آن را بازگویم، اگر تو را خوش آید از 3 خون او درگذر. عفریت گفت: بازگوی. داستان پیرمرد و غزال. پیر گفت: ای امیر عفریتان، این غزال دختر عم من است و 30 سال با من همدم بود. کودکی برایم نیاورد و کنیزکی گرفتم. آن کنیز پسری بزاد. چون پسر 15 ساله شد، مرا سفری پیش آمد. از بهر تجارت به شهر دیگر سفر کردم و دختر عم من که همین غزال است در خردسالی ساحری آموخته بود. پس کنیز و پسر مرا با جادو گاو و گوساله کرده به شبانی سپرده بود. پس از چندی که من از سفر آمدم، کنیز و پسرم را جویا شدم. گفت: کنیز بمرد و پسر بگریخت. من از این سخن گریان شدم و سالی اندوهگین بنشستم تا عید قربان در رسید. به پیش شبان فرستادم و گاوی فربه خواستم که قربانی کنم. شبان گاوی فربه بیاورد که آن کنیز من بود.
من آستین برزده دامن به میان محکم کردم و کاردی گرفتم که آن را قربانی کنم. گاو بنالید و بگریست. بر او رحمت آوردم و خود نکشتم. شبان را گفتم او را بکشت و پوست از او برگرفت. استخوانی دیدم بیگوشت. از کشتن آن پشیمان شدم. ولی پشیمانی من سود نداشت. پس آن را به شبان داده گفتم گوساله ای آورد که آن پسرم بود. چون گوساله مرا بدید رسن پاره کرده پیش من آمد. بر خاک غلتیده خروش کنان همی گریست. من به او رحمت آورده به شبان گفتم این را رها کن و گاو دیگری بیاور. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد گفت ای خواهر چه خوش حدیث گفتی؟ شهرزاد گفت اگر ملک زاده امروز مرا نکشد شب آینده خوشتر از این حدیث گویم. ملک با خود گفت این را نمی کشم تا باقی داستان را بشنوم. چون روز شد ملک به دیوان برنشست. آن روز تا پسین به کار مملکت مشغول بود. وزیر همه آن روز را منتظر کشته شدن دختر ایستاده هیچ خبری نشنید. در عجب شد. ملک از دیوان برخاسته به حرمسرای شد و با دختر وزیر به حدیث گفتن نشست. شب دوم. پس از آن دختر وزیر در پای تخت بنشست. دنیازاد گفت ای خواهر حدیث بازرگان و عفریت را تمام کن. شهرزاد گفت اگر ملک اجازه دهد بازگویم. ملک اجازه داد. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت. صاحب غزال به عفریت گفت ای امیر عفریتان چون گوساله بگریست و روی به خاک مالید مرا بر وی رحمت آمد. با شبان گفتم که این گوساله را رها کن. همین غزال که دختر عم من است به پیش من ایستاده نظر می کرد و در کشتن گوساله همی کوشید و می گفت همین گوساله را بکش که گوساله است فربه. ولی من به کشتن گوساله راضی نشدم، به شبانش دادم. شبان گوساله را بگرفت و برفت. روز دیگر شبان پیش من آمد و بشارت داده گفت مرا دختری است که در سن خردسالگی از پیر زالی ساحری آموخته بود. چون من گوساله به خانه بردم دختر روی خود پوشیده بگریست. پس از آن بخندید و گفت ای پدر چون است که مرد بیگانه به خانه همی آوری؟ گفتم مرد کدام است و گریه و خنده تو از بهر چیست؟ گفت این گوساله بازرگان زاده است که زن پدرش او را با مادر او به جادویی گاو و گوساله کرده است و سبب خنده من همین بود. اما گریستنم از برای آن بود که مادر او را پدرش سر بریده. ای امیر عفریتان چون این را از شبان شنیدم از خانه به در آمدم و از نشاط پای از سر نمی شناختم و همی رفتم تا به خانه شبان رسیدم. دختر شبان بر من سلام داد و دست مرا بوسید و به کناری ایستاد. پس از آن همان گوساله پیش آمد و روی بر زمین مالید و بر خاک غلتید. من به دختر شبان گفتم آنچه از این گوساله گفته است راست است؟ گفت آری این فرزند توست. گفتم اگر او را از رنج خلاص کنی چندان مال بر تو بذل کنم که بی نیاز شوی. دختر تبسمی کرد و گفت مرا به مال حاجتی نیست. با من عهد کن که اگر من از گوساله سحر برآوردم مرا به او کابین کنی و اجازه دهی که به جادو کننده او جادو کنم وگرنه از گزنده او ایمن نخواهد بود. گفتم خون دختر عم خود بر تو حلال کردم. آنچه دانی بکن. پس ظرفی پر از آب کرد و افسونی خواند و بر گوساله پاشید. فی الحال
گوساله به صورت انسان درآمد. من او را در آغوش کشیده به چشمش بوسه دادم و دختر شبان را به زنی او درآوردم. او نیز دختر عمه مرا به جادویی غزال کرده و او همین غزال است. به هر سو که می روم او را با خود می برم. چون به اینجا رسیدم بازرگان را در همین مکان دیده حکایت او را شنیدم. بایستادم تا از انجام کار او آگهی یابم. ای امیر افریتان، این است حکایت من و این غزال. داستان پیرمرد دوم و دو سگش. افریت گفت: طرف حدیثی است. از 3 خون او درگذشتم. در آن دم پیر دوم صاحب سگان شکاری پیش آمده گفت: ای امیر افریتان، این 2 سگ برادران من بودند. چون پدر من مرد 3000 دینار زر به میراث گذاشت. من در دکانی به خرید و فروش نشستم. 2 برادر دیگرم به سفر رفته پس از سالی تهیدست باز آمدند. من آن 2 را به دکان برده 1000 دینار سرمایه دادم. چند روزی با هم بودیم. پس از آن هر 2 برادر عزم سفر کردند و از من همراهی خواستند. من به سفر مایل نبودم و با آنها یک دله نشدم. رنج و زیان سفر را به ایشان بنمودم. ایشان ترک سفر کردند. 6 سال بدان منوال هر یک جداگانه در دکانی بنشستیم. پس از آن من نیز با ایشان موافقت کرده مایه برشمردیم. 6000 دینار بود. من گفتم: نیمه از این 6000 دینار را در زیر خاک پنهان داریم که اگر به بضاعت ما آسیبی روی دهد آن را سرمایه کنیم و نیمه دیگر را بهر تجارت برداریم. تدبیر من ایشان را پسند افتاد. بدان سان کردند که من گفتم. آنگاه سفر کرده به کشتی نشستیم. 1 ماه کشتی همی راندیم تا به شهری برسیم. متاع خود را به بهای گران فروختیم. 1 برده سود کردیم. پس از آن به قصد سفر به کنار دریا شدیم. دختری در اینجا بدیدم که جامه کهنه در برداشت. گفت: ممکن است با من نکویی کنی و پاداش نکویی یابی. گفتم: آری، با تو نیکویی کنم. گفت: مرا به عقد خود کن و به شهر خود ببر. بر او رحمت کردم. او را به کشتی آوردم، جامه‌های گرانبها بر او پوشانده و در محل نیکو جایش دادم و دل به مهرش بنهادم و از برادران برکنار شده شب و روز با او به سر می بردم. برادران بر من رشک بردند و در مالم طمع کردند و به کشتنم پیمان بستند. هنگامی که من خفته بودم مرا به دریا انداختند. آن دختر در حال افریتی شد و مرا برداشته به جزیره‌ای برد و ساعتی از من پنهان گشته. پس از آن پیش من آمد و گفت که من از پریانم که ایمان به رسول خدا آوردم. چون مهر تو در دلم جای گرفته بود به صورت آدمیان پیش تو آمدم. اکنون بدان که برادرانت را به مکافات بدکرداری خواهم کشت. مرا قصه او عجیب آمد. او را از کشتن برادران منع کرده سوگندش دادم و گفتم: ایشان در هر حال برادران منند. پس آن پری مرا در رو بود و به هوا بلند شد و به 1 چشم بر هم نهادن مرا به فراز خانه خودم گذاشت. من در بگشودم و آن 3000 دینار را که زیر خاک پنهان بود برگرفته به دکان بنشستم. هنگام شام که از دکان به خانه آمدم این 2 سگ را به زنجیر دیدم. چون چشم آنها بر من افتاد به دامنم بیاویختند و اشک از چشم فرو ریختند و من از حقیقت حال آگاه نبودم. ناگاه آن دختر پیش آمده گفت: اینان برادران تواند.
و تا 10 سال بر این صورت خواهند بود. پس من این 2 سگ را برداشته می‌گردانم که 10 سال به انجام رسد و ایشان خلاص شوند. چون بدین مقام رسیدم، ماجرای این جوان را شنیدم. از اینجا در نگذشتم تا ببینم انجام کار او به کجا خواهد رسید. چون پیر سخن بدینجا رساند، عفریت گفت: خوش قصه ای گفتی. از 1/3 خون او گذشتم. چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.